پس اگه پدر تو یک موبایل نداره که موبایل سمارت فون باشه، در حالی که تو یک موبایل آیفون 14 میگردانی و بعد میگی که پدرم منفی فکر است، نه، منفی فکر توستی، چون تو نخواستی پدرت در شرایطی که خودت هستی قرار بدی تا او بتونه قضاوت درست کنه و برای تو یک ذهنیت درست بده. پدر دارم که هیچ وقت مرا تشویق نمیکنه، چی کنم؟ خب تغییرش بده، با پدرت بشی صحبت کو، ذهنیتش تغییر بده. اگر تو فکر میکنی مثبت فکر هستی و پدرت منفی فکر است، برش یاد بده. مثل که ما یاد میگیریم، پدرت برات گپ زدن یاد داد، راه رفتن برات یاد داد، رزق برات داد، کلانت کرد، مکتب بردید. حالا که فکر میکنی او منفی فکر است، تغییرش بده، ببرش به محیطی که تو دیش هستی. ما پدرم یک روز آوردم به دفتر که من کار میکنم و بعد پدرم گفت که بچه‌م چیزا خیلی تغییر کرده. ما یک وقت که بودیم این رقم وسایل نبود، کامپیوتر تسایکو، میز تسایکو، چوکی تسایکو، کارمندا، بچه‌ها با هم صحبت کردن، خیلی چیزا تغییر کرده. آهسته آهسته پدرم یاد گرفت. روز دومی که به دفتر خود آوردم با یکی از بچه‌ها شیشته بود در مورد یوتیوب گپ میزد و پدرم نمیفهمید که یوتیوب یعنی چی و بعد او برش گفت که موبایل تبتی و موبایل پدرم موبایل ساده است و پدرم گفت من موبایلم ساده است. خب اندیوالم گفت چرا با پدرت یک موبایل آیفون نمیگیری؟ بعد موبایل آیفون گرفتم. 6 ماه طول کشید تا پدرم موبایل آیفون یاد بگیره و بفهمه که یوتیوب یعنی چی. اما امروز میبینه که در جهان چی است و از طریق یوتیوب میبینه. پس اگه پدر تو یک موبایل نداره که موبایل سمارت فون باشه، در حالی که تو یک موبایل آیفون 14 میگردانی و بعد میگی که پدرم منفی فکر است، نه، منفی فکر توستی، چون تو نخواستی پدرت در شرایطی که خودت هستی قرار بدی تا او بتونه قضاوت درست کنه و برای تو یک ذهنیت درست بده. چون پدر در وقت‌های کلان شده که جنگ بوده، راکت‌های عجیب و غریب دیده، مردم دیده که میموره، مردم دیده که زخمی بوده و شرایط خیلی وخیم دیده. توقع نداشته باش که پدر تو یک پدر سریالای ترکی باشه. پس تو انرژیش باید تغییر بدی. بنان در شرایطی که باشه، اگر رهبرتان منفی فکر است و شما میتونین رهایش کنین، اما اگر رهبرتان پدرتان است و منفی فکرش، تغییرش بدین. اساس ترین اصل است که فیک نباشین. اکثریت زندگی ما فیک است. مثلا ما نشان میدیم که با مادر پدر خود احترام داریم در حالی که احترام نداریم. روز پدر میرسه ما یک کیک میبریم به پدر خود، 80 رقم عکس میگیریم، با زور پست میکنیم که این روز پدر مبارک، من 3 کیلو کیک برش آورده بودم. یا روز مادر مبارک، این ما کیک آوردیم و یک چادر تحفه گرفتیم، اینا رو باید 50 رقم عکس بگیرم، در حالی که مادری و جوان اصلا دوست نداره عکس بگیره. مثال میتونم، مثلا اگر این بچه که زیر دستش 50 نفر کار میکنه و بعد پدرش برزی میگه که تو چیز نمیفهمی، شاید به خاطر است که هیچ وقت پدر خود نبرده به دفتر خود تا او ببینه که بچهش به کجا رسیده، و یا شاید پدر خود برده اما بیشتر اوقات احساسات پدر خود نادیده گرفته. من یک مثال میتونم، مثلا پدرم برای من معمولا میگفت که شکی بچه مفلس هستی، چندان آدم نیستی، هیچ پسنداز نکردی، هیچ یک روپام نداری. و بعد من فکر میکردم که چرا پدرم برای میگه پاره میگه. یک روز ششتم با مادرم گفتم سایکو پدرم برای من میگه مفلس هستی، چقدر که واسه مسئولم پسنداز میکنم و چقدر پول دارم. مادرم گفت نه بچیم گپو نیست. گفتم خیلی گپ چیست؟ گفت پدرت میخواد که تو برش در وطن یک زمین بخری و او را برش جور کنی و اونجا یک خانه باید داشته باشه. مستقیم به تو گفته نمیتونه که تو در وطن زمینی که داریم او را یک قلا بساز. از او خاطر برات میگه که چندان آدم نیستی، پسندازم نداری، پیسام نداری، هیچ جای لوکس مصرفم نکردی. حال طریقه های پدرها فرق میکنه. این به این معنی نیست که من انرژی منفی را بگیرم و بگویم که پدرم برای من میگه که پیسه نداری، من باید برم باز مادرم پرسان کنم چرا پدرم میگه که پیسه نداری در حالی که همه چیز خوب است. بعد رفتم پیش پدرم شیشتم گفتم گپت کاملا منطقی است اما طریقش غلط بود. اگه تو از من میخوایی که در وطن یک خانه داشته باشیم به خاطر که مرگ و مردن است، یک فیصله خیلی خوب است، ولی پدر چرا برای مستقیم نمیگی؟ و بعد از روز حالا پدرم همه چیز مستقیم میگه شکی با تو مرا 1000. خب پدر چی میکنی؟ میرم برای خود لباس میگیرم. اوکی فاین، یا 1000. و جالب چی است؟ تصادفا ما پدر ما یک ارتباط با خود جور کردیم که کاملا صمیمانه و دوستانه است. شاید موارد را که من نتونم به دوستای خود بگویم، میشینم با پدر خود میشینم و صحبت میکنم برش میگم. چرا؟ چون ما فیک نیستیم. ارتباط ما فقط مربوط به روز پدر و روز مادر نمیشه. ما هیچ وقت روز مادر و روز پدر تجلیل نکردیم، هیچ وقت با مادرم کیک نبردیم و هیچ وقت او کیک با هم قطع نکردیم و هیچ وقت عکس ننداختیم که اینا ما مادرم برش کیک آوردم و ما روز مادر تجلیل کردیم. اما همه روز با هم میشینیم و هر روز روز مادر است، هر روز روز پدر است.